گل سرسبد نیروی دریایی امریکا، کشتی تهاجمی LHA. مدل جدید از این کشتی به نام هلمند مسما خواهد شد. به یاد جنگ طولانی و پر سر و صدای امریکا در افغانستان. یک مقام ارشد نیروی دریایی امریکا اعلام کرد که ناو جنگی هلمند برای نسل جدید تفنگداران دریایی کشورش یادآور شجاعت و فداکاری خواهد بود. هدف از این نامگذاری ادای احترام به مبارزه تفنگداران دریایی آمریکا در طول 20 سال گذشته در افغانستان است. LHA در واقع شهر کوچک اما چابک و با قدرت مانور بالا در آب هاست. این کشتی ها نیروی دریایی امریکا را به سرعت در هر گوشه جهان به میدان جنگ می رساند. این کشتی به نیروهای جنگی فرصت تمرین و آمادگی در مسیر عملیات را می دهد. عرشه این ناوهای هواپیمابر کوچک بیشتر میدان مانور چرخبالهای جنگی است. سنت نامگذاری کشتی‌های جنگی امریکا پیشینه طولانی دارد. هدفش واضح است: نسل جوان سربازان امریکایی فداکاری کهنه سربازان را به یاد داشته باشند. از 2009 تا 2014 ولایت ناآرام هلمند مرکز تلاش‌های ما برای ایجاد ثبات و امنیت بود. هلمند تنها یک صحنه جنگی نبود. این مرکز تجارت تریاک و پایگاه طالبان بود. امریکا در سال 2022 نیز یکی از این کشتی‌های خود را برای گرامی داشت از یاد سربازانش در عراق فلوجه نامگذاری کرد. هلمند و فلوجه نام‌هایی که ممکن است روی کشتی‌های جنگی امریکا داستان نبرد سربازان امریکایی را به نیروهای جوان انتقال دهد. اما سوال بزرگی که در برابر آنان خواهد گذاشت این است که نتیجه این جنگ‌ها چه شد؟ حمید فهیم، لندن.